سوار مترو شدیم. بعد 10 سال بود مترو نیومده بودن. خوبه دیگه، وسایل دارم تو مترو میگیری. بعد دخترای زحمتکش کاری هم که میرن سر کار یا از سر کار خسته برمیگردن، اونا رو هم میبینی واقعا زحمت میکشن. مترو قیطریه از جای دوستمون جمهوری اومدیم قیطریه بریم دکتر ببینیم ماشینمون سر جاشه، سر جاش نیست. خب پله هم که میره بالا.